میخوام تو 30 ثانیه بهت فرق بین ایرپاد اصلی و کپی رو یاد بدم. بیا جلو. ببین، اولین نکته، ایرپاد اصلی رنگ شیریه، ایرپاد کپی رنگش سفیده. دومین نکته، ایرپاد کپی صداشو، ایرپاد اصلی. سومین نکته، آهن رو باشه. این ایرپاد کپیه. ایرپاد اصلی آهن رو با نداره اصلا. چهارمین گزینه این ایرپاد اصلیه. درزش ببین دارم فشار میدم، اصلا باز نمیشه. ایرپاد کپی رو میبینید درزش قشنگ باز میشه. حالا وجدانن نباید ما رو فالو داشته باشید تا هیچ موقع دیگه سرتون کلا نره.